پاستا فوری فتوچینی آلفردو. تا حالا ازش امتحان نکرده بودم، گفتم امتحان کنم چجوریه. روش نوشته که در به کاسه رو باز کنی، آب جوش بریزین و 5 دقیقه صبر کنید آماده بشه. من آب جوش بیارم بیام. بچه‌ها آبش این محتویات داخلش یه قاشق داره، قاشق چنگالی. این فوتشه. اینا کدوم کارش؟ پاستا. خب آب اضافه کنیم بهش، اول اینو بزنم. بزن که درست شه و دوباره بیایم. بچه‌ها تا این آماده شه من یه چیز بهتون بگم. این که میگم مثلا تو ویدیو منومن میکنم زیاد، بخاطر اینکه زیاد جلوی دوربین نبودم، مثلا زیاد با دوربین حرف نزدم. این جلوی دوربین زیاد حرف نزدم، واسه همونه که مثلا الان دارم منومن میکنم، ولی سعی میکنم درستش کنم. فکر کنم خیلی من درک کنن، چون فکر کنم واسه خیلی سخت باشه که جلوی دوربین بخوام صحبت کنن. همین امیدوارم درک کنید و ایراد نگیرید که چرا ویدیوهات مثلا یه جوریه. چون خودم حس میکنم یه جوریه، ولی نمیدونم. خلاصه که سعی میکنم درستش کنم. این درست بشه دوباره برمیگردم. خب این آماده شد. اینجوری شد. بریم تستش کنیم میخواد یا نه. خب خوبه، بد نیست. میگم خیلی بد باشه ولی اوکیه، ازش خوبه. به نظرم به امتحان کردنش میارزه، ولی فکر کنم دوباره بخوام بخرم. مرسی که نگاه کردید.